توی دشت‌های آفریقا همیشه نبرد برای بقا و شکار وجود داشته و هیچ وقت متوقف نشده. کفتارها شکارچی‌های فرصت طلب هستند که سیر کردن شکم حریصشون همیشه اونها رو آماده حمله به غذای دیگر حیوانات میکنه. برای اونا فرقی نمیکنه که روبروی اونها چه حیوانی قرار گرفته باشه، حتی اگه شیر پادشاه جنگل باشه. گرسنگی زیاد بر هر ترسی غلبه میکنه، اما اونها همیشه موفق نمیشن. بعضی از مواقع حیوان اشتباهی رو انتخاب میکنن که به اعضای گله آسیب برسونه و حتی میتونه باعث مرگ اونها بشه. سلام و درود. توی این ویدیو رفتیم به سراغ 4 صحنه بسیار جذاب که کفتارها تومه خودشون رو اشتباه انتخاب کردن و خسارت‌های سنگینی رو متحمل شدن. اگر به این سبک از ویدیوها علاقه دارید، کانال دوربین حیات وحش رو سابسکرایب کنید و لایک ویدیو رو فراموش نکنید. درگیری با شیر. دندون‌های شیر بدن گوزنیالدار رو لمس میکنه. در این صحنه میبینیم که شیر تومه رو شکار کرده، اما سر و کله کفتارها پیدا شده. اونا همیشه دنبال لقمه‌های آماده هستن. اونا دنبال شیر حرکت میکنن. شیر در یک لحظه برمیگرده تا اونها رو فراری بده، اما فایده‌ای نداره. در یک لحظه اونها رو تعقیب میکنه و یکی از اونها رو میگیره. گله تلاش میکنه تا کفتار رو نجات بده و شیر نفس کفتار رو میگیره. گله فقط تماشا میکنه. شیر قدرت خودش رو نشون میده. اعضای گله توی شوک فرو رفتن، اما اونها تصمیم گرفتن انتقام بگیرن. تو این صحنه یکی از اونها سعی میکنه به شیر نزدیک بشه. یک شیر به سمت گله حمله ور میشه و یک کفتار رو میگیره و در حال سلاخی کردن اونه. کسی جرأت نزدیک شدن به اون رو نداره. بقیه گله کفتارها به یک شیر تنها حمله میکنن. در این صحنه نیروی کمکی از راه میرسه و کفتارها رو فراری میده. کفتار زخمی به سرعت در حال فراره. اون آسیب زیادی دیده. شیر همچنان به دنبال اون میگرده، اما اون توسط یک شیر قدرتمند شکار شده. یک شیر دیگر از روی گرسنگی به گله کفتار حمله میکنه و با شکار یک کفتار ترس رو در دل بقیه کفتارها میندازه، اما اونا باز هم تسلیم نمیشن و به شیر حمله میکنن. اون دوباره در حال قدرت نمایی هستش. این بار یکی از کفتارها به شیر حمله میکنه. اون تصمیم میگیره تا کفتار رو رها کنه و مقابله کنه، ولی این بار حریف کفتارها نمیشه. اسب آبی برخلاف ظاهرش حیوان بسیار خطرناکیه. قدرت اون در حدیه که میتونه با دندونهاش جمجمه یک گورخر رو له کنه. اونا قوی ترین نیش رو در بین تمام پستانداران توی خشکی دارن و گیر کردن در زیر دندونهای اسب آبی فرقی با مرگ نداره. اون میتونه 410 کیلوگرم نیرو وارد کنه و به راحتی استخون هر حیوانی رو خرد کنه. اسب آبی تو موقعیت بدی قرار گرفته و نزدیک به شیرها. اون حرکت میکنه. متوجه خطر شده. یک شیر در حال تعقیب اون هست. به آب پناه میبره و در حال بررسی اطراف هست. به شیرها حمله میکنه و اونها رو فراری میده. کفتارها هم که اونجا هستن خطر اسب آبی رو احساس میکنن و در حال فرار هستن. اونا دنبال لقمه آماده تری هستن. به یک اسب آبی که زخمی شده حمله میکنن و در حال دیکی کردن اون هستند. در این صحنه میبینیم که کفتارها به اسب آبی حمله کردن و اما اون در حال مقاومت کردنه و میخواد خودش رو آزاد کنه، ولی کفتارها چنین اجازه‌ای رو به اسب آبی نمیدن و اون مجبور به تسلیم شدن میشه. کفتارها به اسب آبی حمله میکنن و اون به سرعت فرار میکنه و خودش رو نجات میده. کفتارها به اسب آبی که نمیتونه حرکت کنه حمله میکنن و بدن اون رو تیکه تیکه میکنن. درگیری با یوز پلنگ. سریع‌ترین حیوان روی خشکی که سرعت اون همیشه یک راز بوده. حیوان بیرحمی که 600 پوند نیرو به گردن تومه خودش وارد میکنه. بدن انعطاف پذیرش به اون قدرت دنبال کردن هر تومه‌ای رو میده. اونا از غافلگیری برای شکار تومه‌های خودشون استفاده میکنن.
شتاب انفجاری اونقدر زیاده که رسیدن به 60 کیلومتر فقط توی 3 ثانیه اتفاق میفته. یوزپلنگ همراه با توله خود در حال بازی هست. اکنون زمان شکار فرا رسیده. کفتارها دنبال لقمه آماده هستند و در حال بررسی کردن اطراف. یوزپلنگ خطر را احساس کرده. یک رقیب به سرعت به سمت او نزدیک میشه. درگیری شروع شده و کفتار از فرصت استفاده میکنه و به توله یوزپلنگ حمله میکنه. اون متوجه خطر میشه و به کفتار حمله میکنه و قدرت خودش رو نشون میده. توله نجات پیدا میکنه و کفتار ناامید حرکت میکنه. یوزپلنگ در حال گشت زدنه. اون تصمیم گرفته به کفتار حمله کنه. اون با کفتار درگیر میشه و یکی دیگه از اعضا شکار کفتار رو از دستش خارج میکنه. کفتار در حال مقاومت برای حفظ غذای خودشه. یوزپلنگ به سمت اون حمله میکنه. کفتار بدن تومه رو پاره میکنه و یوزپلنگ در یک لحظه شکار رو بلند میکنه و به بالای درخت میبره.